14 ایول سال 2024 تخمیناً ساعت 16:30 دقیقه راننده автомашین تمغه خوندای الانترا عطایف نور محمد سال تولد 1994 ساکن نویه خوولینگ هنگام حرکت در روی اتومبیلگرد جماعت دیوت غفار میرزای نویه مذکور از اوده دوره واسطه نقلیات نبرآمده به طرف چپ کنار راه رفته به چقوری 6 متر سر و زیر شده است. در نتیجه مدینو و دنیا بیگم فیض‌الله‌یونا سال تولد 1970 ساکن نویه مذکور اجرات‌های برداشتش در بیمارخانه به هلاکت رسیده است. همچنین دو فرزند خردسال راننده ماشین مقصود جانزاده احمد جان نور محمد سال تولدش 2022 و مقصود جانزاده عبدالرحمن نور محمد سال تولدش 2023 ساکنان نویه خوولینگ در جای حادثه به هلاکت رسیدند. 3 نفر مسافران автомашین مذکور به سلامتیشان جراحت‌های گوناگون جسمانی برداشته در بیمارخانه بستری گردیدند. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه شامنصور عریضه مرد 36 ساله ساکن شهر وحدت وارد گردیده است که 12 مارس سال 2024 مرد 28 ساله ساکن شهر مذکور هنگامی در شهر دوشنبه قرار داشتنش با روی فریب به باوریش در آمده از او 540,000 سومانی گرفته وعده داده است که در مدت کوتاه آنها را برمیگرداند، اما تا حال او را فریب داده مبلغ‌های گرفته‌اش را بر نگردانیده است. اینچنین به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه شامنصور با عریضه زن 45 ساله ساکن نویه رودکی مراجعت نموده است که 14 دکتر سال 2022 زن 50 ساله ساکن شهر دوشنبه با روی فریب به باوریش در آمده برای خریداری نمودن خانه استقامتی از او مبلغ $30,000 امریکایی را گرفته به منفعت شخصیش صرف نموده تا حال آنها را برنگردانیده است. عاید به این حادثه تفتیشات ادامه دارد. به شعبه وزارت کارهای داخله در نویه کوشانیان عریضه جوان 24 ساله ساکن نویه مذکور وارد گردیده است که شب 13 و 14 ایول سال 2024 شخصان نامعلوم با روی پنهانی به مرکز بازی‌های کامپیوتری در آمده از آنجا دو عدد تجهیزات سونی 5 که ارزش عمومیشان 22,000 سومانی را تشکیل می‌دهد دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذراندن چاره‌جویی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت مذکور را دو جوان 18 ساله ساکنان نویه یووان صادر نمودند. به شعبه وزارت کارهای داخله یک در نویه شامنصور با عریضه مرد 40 ساله ساکن شهر دوشنبه مراجعت نموده است که شب 13 ایول سال 2024 به مغازه او واقع در شهر دوشنبه شخصان نامعلوم با روی پنهانی در آمده از آنجا 35,000 سومانی را دزدیده از جای حادثه غیب شدند. هنگام گذراندن چاره‌بینی اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا معاین کرده شد که این جنایت را مرد 34 ساله ساکن شهر وحدت صادر نموده است. از روی این حادثه تفتیشات ادامه دارد.